شرکت کننده اول جناب آقای مهندس شریعت مداری. موضوع گفتگوشون علل دوری قشر میانی و طبقه متوسط آذربایجان از افراط‌گرایی در جنبش هویت خواهی. بفرمایید آقای مهندس. دوستان گرامی، مهمانان عزیز، بسیار خوشحالم که در این سمینار سوم توفیق داشتم که شرکت کنم. بحث من در حقیقت یک بحث درونی در مورد حرکت ملی آذربایجان هست و در این مورد که عموماً چون فعالین این حرکت از جنبش چپ و یا افراد قبلی فرقه میان، مخاطب اجتماعی اونها گروه های پایین دست اجتماعی، زحمتکشان، کارگران، مزدبگیران و بقیه. ولی از صدر مشروطه تا کنون همه حرکت های بزرگ ایران رو بخش میانی جامعه سامان داده و عدم توجه به این بخش میانی باعث میشه که پایگاه های اجتماعی بسیار تنگ، بسیار کمتوان، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی هستند و قابلیت سازمانیابی و سازماندهیشون نسبت به ظرفیت جامعه بسیار پایین تر. این بحث رو میخواییم با هم بکنیم. ممکنه موافق باشید، ممکنه مخالف باشید، ولی من نظر خودم رو صمیمانه باید بگم. علل دوری قشر میانی و طبقه متوسط آذربایجان از افراط‌گرایی در جنبش هویت طلبی آذربایجان و به خصوص تبریز که به علت ولیعهد نشین بودن در سراسر دوره قاجاریه و قرار گرفتن در سر راه اروپا مرکز فرهنگ و تجارت و محل سکونت نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و قطب اقتصادی ایران بوده است و تاکنون نیز با وجود از دست دادن نسبی این امتیازات هنوز اهمیت خود را حفظ نموده موضوع مقاله حاضر است. آذربایجان در استانهای مختلف خود شهرهای بزرگی دارد که همه در کنار تبریز خود حائز اهمیت فراوانند. هر کدام از این شهرها دارای طبقه متوسط وسیعی شامل کارمندان، معلمان، کسبه و تجار، بازاریان و صاحبان حرفه‌ها و صنایع گوناگون، هنرمندان، ورزشکاران، حقوقدانان و اساتید دانشگاه و پزشکان و روحانیون می باشند. در صدر مشروطه و انقلاب اسلامی سال 57 و پس از آن در قیام وسیع مردم آذربایجان بر علیه رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول ولایت فقیه آن، طبقه متوسط و اقشار میانی جامعه آذربایجان عامل اصلی و موتور محرکه مبارزات سیاسی و مقاومت اجتماعی بر علیه استبداد بودند. حضور پررنگ قشر میانی و طبقه متوسط به حرکت‌های انقلابی وسیع و اثربخش آذربایجان ویژگی سیاسی و مدنی و اجتماعی خاصی میداد و آن را در سطر مبارزات مردم ایران می‌نشاند، به طوری که همواره همه چشم‌ها به آذربایجان و به ویژه تبریز دوخته شده بود. تبریز شهر اولین‌ها و مهد نوآوری در ایران بود. این اولین‌ها دستاوردها و ابتکاراتی از عناصری از طبقه متوسط آن روز بودند که از ترکیه و یا اروپا برگرفته شده بود. طبقه متوسط با ورود تجدد به تدریج دارای دو بخش سنتی و متجدد منورالفکر بود. تجار بازار و کسبه و روحانیون بخش سنتی طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند و اهل فرهنگ آذربایجان و کارگزاران حکومت و دانش آموختگان فرهنگ رفته و فارغ التحصیلان مدارس جدید بخش متجدد و امروزی طبقه متوسط بودند. معمولاً بخش متجدد پیشرو تحولات اجتماعی را رقم میزد و خواستار نخستین اصلاحات اجتماعی بودند و بخش سنتی با اندکی تأخیر به دنبال آنان و در حمایت از خواسته های اصلاحی آنان به حمایت و همراهی آنان تن میدادند.
تحولات اجتماعی پس از پیوستن این دو بخش به همدیگر بقیه اجتماع را با خود می‌کشید و به خود جلب می‌کرد و پس از فراز و نشیب‌های فراوان غالباً نیز به ثمر می‌رسید. هرچند در انقلاب 57 قضیه معکوس شد و این بار بیشتر بخش سنتی جامعه یعنی روحانیون و بازاریان پیشتاز انقلاب بودند و بخش مدرن‌تر جامعه به دنبال آنان کشیده شدند و نتیجه نیز معکوس از آب درآمد و یک انقلاب ارتجاعی انجامید. نتیجه این انقلاب رجعت قهقرایی در جهت عکس دستاوردهای انقلاب مشروطه‌ای بود که از آن جز نامی باقی نمانده است. اما مردم آذربایجان بسیار زود هنگام با پیشگامی طبقه متوسط و اقشار میانی خود در تظاهرات بسیار وسیع متشکل از مردم، پزشکان، ارتشیان، معلمان، بازاریان و کسبه در آذر ماه سال 58 درست همراه با رفراندوم برای مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه بر علیه رفراندوم قانون اساسی و ولایت فقیه مندرج در آن به پیشگامی حزب خلق مسلمان درجه رشد و آگاهی خود را به نمایش همگان گذاشتند. آذربایجان یک تنه در مقابل همه ایران که در خواب غفلت فرو رفته بود ایستاد و هرچند نتوانست آنان را که در خمینی ذوب شده بودند بیدار کند، ولی خود نشان داد که بیدار و هوشیار است. تنها استثناء بر این قاعده یعنی میانداری طبقه متوسط، یعنی نقش ویژه طبقه متوسط آذربایجان در مبارزات سیاسی و اجتماعی دوران حکومت پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان است. در این دوره فرقه دموکرات یک جنبش چپ و جدا شده از حزب توده ایران شعبه آذربایجان بود. پیشوری در قبل از آن سابقه طولانی در جنبش چپ و کمونیستی ایران داشت. آنها در آذربایجان کارگران و کشاورزان و زحمتکشان را پایگاه اجتماعی خود می دانستند و به طبقات متوسط نظری خوش نداشتند. از زمان تصرف آذربایجان به وسیله ارتش سرخ در خلال جنگ جهانی دوم، گروه وسیعی از تجار و اهل فرهنگ و سرمایه‌داران به خصوص از تبریز به تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران مهاجرت نموده بودند. پایگاه اجتماعی فرقه اغلب بسیار کم سواد و ضعیف و ناتوان و عاری از تجربیات سیاسی و اجتماعی بود. تجربیاتی که قشر متوسط آنها را داشت. با وجود اصلاحات مهمی که حکومت یک ساله پیشوری انجام داد، زمان کافی برای جذب آنها در بدنه اجتماع نبود و آنها به هیچ وجه نتوانستند جای غایب بزرگ این دوران یعنی بخش میانی را بگیرند. همانطور که گفته آمد در آن دوران طبقات زیرین اجتماع به خصوص در آذربایجان متاسفانه به علت ظلم و تبعیضات مداوم از کمسوادی و عدم آگاهی و فقر مزمن رنج می بردند و فاقد حداقل شرایط لازم برای انسجام در گفتمان و اتحاد در عمل و سازماندهی و سازمانیابی سیاسی بودند. با عدم پشتیبانی استالین از حکومت فرقه و خروج ارتش سرخ از آذربایجان، حکومت فرقه و شخص پیشوری بیش از هر کس می‌دانستند که با تکیه بر این پایگاه اجتماعی ناتوان در غیاب حمایت ارتش شوروی، مقاومت در برابر نیروهای اعزامی از مرکز برای نیروهای نظامی کمبنیه آنان موسوم به فدایی میسر نیست. عاقبت کار را همه می‌دانیم. اینجا همان آذربایجان و تبریزی بود که به پیشتازی انجمن تبریز در دوران استبداد صغیر در محاصره 6 ماهه تا سرحد گرسنگی جنگیده و محمد علی شاه را البته با یاری بقیه قهرمانان ایران شکست داده بودند. ولی این بار اثری از آن مقاومت نبود. حال متاسفانه در تجربه امروزی حرکت ملی
و هویت طلبی آذربایجان نیز درست مانند آن زمان جای خالی طبقه متوسط و اقشار میانی در صفوف مبارزه بر علیه تبعیض و استبداد دیده می شود. آیا فعالین این حرکت هرگز با خود اندیشیدند که دلیل این امر چیست؟ چه چیزی این طبقه مهم و تعیین کننده را از آنان دور می کند و چگونه می توان به جذب آنان پرداخت؟ حرکت ملی آذربایجان یک حرکت مدنی و مطالبه محور است. به این معنی که در برخوردها و روش‌های مبارزه به دنبال انقلاب و براندازی نیست، به دنبال گذار مسالمت‌آمیز از نظام سراپا تبعیض ولایت فقیه و اصلاح فرهنگی جامعه ایرانی خو کرده به تبعیض‌های اتنیکی می باشد. طبقه متوسط و اقشار میانی نیز اهل انقلاب نیستند. آنها نیز طبق تعریف دارای اندوخته‌های فرهنگی و ثروت و مکنت اقتصادی و منزلت اجتماعی می باشند و نمی خواهند آن را از دست بدهند، بلکه در صدد افزودن بر آن هستند. تبعیض‌ها و استبداد مرکز نشینان باعث عدم پیشرفت و ناامن شدن فضای کسب و کار و زندگانی آنان نیز هست. پس با این همه مشترکات مهم چه عواملی در حرکت‌های مربوط به هویت خواهی فعالین آذربایجانی وجود دارد که این فاصله را ایجاد می‌کند و آنان را فراری می‌دهد؟ مقاله حاضر کوششی است برای پاسخ به این مسئله. در انقلاب و پس از انقلاب تا نیمه‌های سال 58 طبقه میانی آذربایجان همچنان حضور داشت و پیشاهنگ و سردمدار همه مبارزات اجتماعی برخاسته از آذربایجان بود. با به تعطیل کشیده شدن اجباری حزب خلق مسلمان که بیش از 5 میلیون نفر عضو و اغلب از همین طبقه متوسط وسیع داشت و آغاز حکومت ولایت فقیه با شعار حکومت مستضعفان، به تدریج نقش طبقات متوسط در آذربایجان و تبریز ضعیفتر و ضعیفتر شد و بیشتر منحصر به عناصر حزب اللهی شناخته شده و اغلب نه چندان خوشنام از وابستگان به دارودسته خمینی گردید. تا مرگ خمینی در سالهای متعاقب فروپاشی شوروی، مملکت در تب و تاب جنگ و انقلاب و تسخیر سفارت و همچنان دچار خمینی زدگی بود. در طول این سالها حرکت هویت طلبی آذربایجان مجالی برای تحرک و فعالیت نیافته بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، گفتمان هویت طلبی در آذربایجان ایران نیز بار دیگر رونق پیدا کرد و شروع به فعالیتی گسترده نمود. این حرکت اما از همان ابتدای ظهور خود در فضای بسیار پرشور و احساسی و با شعارهای رمانتیک و نوستالژیک شروع شد. اغلب فعالین این حرکت احساسی و مبتنی بر ناسیونالیسم تباری که بیشتر ساختارش شبکه‌ای بود، عناصری با سابقه از سازمان‌های گوناگون چپ بودند که به علت شکست جهانی چپ از این ایدئولوژی جدا شده و پشیمان از آن به جنبش هویت طلبی آذربایجان پیوسته بودند و نیز افرادی از خانواده‌های فرقه‌ای باقی مانده از دوران حکومت پیشوری بودند که خود را با یاران آن سوی ارس که ارتباط خود را با یاران آن سوی ارس حفظ نموده و به شدت تحت تأثیر آنان بودند. هویت تعاملی و هویت تقابلی. فعالین هویت طلب جدید آذربایجان از تباری ناآشنا با طبقه متوسط شهری بودند و فراموش کرده بودند که هنوز نیز نسل فعلی آذربایجان خاطره شیخ محمد خیابانی را که وقتی محمد امین رسولزاده و حزب مساوات در ایران و قفقاز از نام جمهوری آذربایجان استفاده نمودند، او و یارانش در انجمن تبریز نام آذربایجان را به آزادیستان تغییر دادند تا امکان سوء استفاده از آن را منتفی سازند در گنجینه خاطرات خود دارند.
شعارهای به غایت احساسی و رمانتیک آنان رو به آن سوی عرص برای طبقات متوسط شهری که به عقلانیت سیاسی و تجربه تاریخی متکی بودند و هستند نه تنها جاذبه نداشت که باعث دوری و گریز آنان بود. از سوی دیگر فرهنگی که این فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سالهای پیشین خود را در آن سپری نموده بودند، فرهنگ چپ و میراث عده دیگری از آنان تجربه حکومت یک ساله فرقه دموکراتیک آذربایجان بود. این همه باعث می شد که آنان نیز اقشاری را که عمری در تقابل با آنان بوده و بورژوا و لیبرال خطاب کرده بودند خیلی به حساب نیاورند. متاسفانه این دوری و گریز از هر دو سو بود. آنان نیز در مجموع توجه چندانی به جذب طبقات متوسط شهری نداشتند و به آنان اهمیت چندانی نمیدادند. علل خصوص که بر اثر سیاست‌ها و یا ندانمکاری‌ها و فساد جمهوری اسلامی ترکیب شهرهای بزرگ آذربایجان مانند تبریز نیز به کلی عوض شده و خیلی از مهاجرین شهرهای کوچک و روستاها و عمدتاً از طبقات زیرین اجتماعی و همچنین نوکیسگان جای طبقات بالا و متوسط را گرفته بودند. بنابراین فعالین هویت طلب به آسانی می توانستند مخاطبین اجتماعی خود را در بین آنان بیابند و از این بابت نیز دغدغه چندانی به خود راه ندهند. برگشتگان از چپ به سازماندهی پرولتاریای فرضی و پنداری خود خو گرفته بودند و بازماندگان از فرقه نیز نگاهشان مانند حکومت یک سالهشان به روستاییان، کشاورزان، کارگران و زحمتکشان بود که اینک ساکن شهرها نیز شده بودند. اما طبقه متوسط شهری به هیچ وجه پرولتاریایی که جز زنجیرهایش چیزی برای از دست دادن نداشت نبود. طبقه متوسط دارای ثروت و مکنت مادی و معنوی و منزلت اجتماعی است. اگر محرک پرولتاریای جهان کمونیست و ایدئولوژی چپ نفرت و کینه و کمبود حاصل ظلم مستمر و تبعیض و محرومیت و راه پیش پایش انقلاب و ویرانی و انتقام است، طبقه متوسط از خویشتن‌داری و دوراندیشی و تعقل برخوردار است و خیلی چیزها دارد که نمیخواهد از دست بدهد و دارای حافظه تاریخی انباشته از تجارب دور و نزدیک است. حرکت احساسی و رمانتیک هویت طلبی در آذربایجان از ابتدا کوشید تا با دمیدن بر یک هویت تقابلی سدی نفوذناپذیر بین خود و دیگران بکشد، سدی آکنده از حساسیت‌ها و بی‌اعتمادی‌ها و گاهن نفرت، عمدتاً از فارس‌ها ولی نه تنها آنها. این حرکت کوشید تا خودخواسته و داوطلبانه خود را از دیگران مجزا و منزوی نماید و فقط به خود مشغول باشد. البته آنچه که به این عکس‌العمل آنها را محق جلوه میداد، سابقه به غایت زشت ناسیونالیسم باستانگرا و ایران شهری و جامعه مرکزنشین و حکومت به خصوص از دوران رضاشاه در اعمال تحقیر و تبعیض نسبت به زبان و هویت مردم آذربایجان و دیگر اتنیک ایران بود. ناسیونالیسم تهاجمی و ستمگر که با هجوم ارتش خود باعث کشتار غیر ضروری و بیدلیل هزاران انسان بیگناه شده بود. حال چند دهه از این قطب‌بندی و جداسازی می‌گذرد و دیوار بین مرکز و حاشیه از هر دو سو برافراشته و ضخیم گردیده است. از سمت تمرکزگرایان شبه فاشیست تبلور این قطب‌بندی و جداسازی و هویت تقابلی در تحقیر و توهین و عدم اذعان به هستی و هویت اتنیک ایران و به خصوص آذربایجان از سوی هویت طلبان آذربایجان در شعار ما کجا، فارس ها کجا، بیز هارا فاصلار هارا،
به چشم میخورد که گاه و بیگاه در تظاهرات‌های گوناگون در شهرهای آذربایجان به گوش میرسد. اما قشر متوسط آذربایجانی اندوخته مادی و معنوی خود را که نه از جدایی سازی از دیگران که در تعامل و داد و ستد و اعتماد سازی و دوستی با آنان به دست آورده است. در میان ادیبان و اهل فرهنگ آذربایجان شارحان و مفسران و بزرگ مثنوی و دیوان شمس و حافظ و سعدی و نظامی گنجوی بسیار به چشم می‌خورند. البته آنان نیز جملگی نه تنها منکر ترک بودن و آذربایجانی بودن خود نیستند که با آن افتخار می‌کنند، ولی آن را یک هویت تعاملی و نه هویت تقابلی در مقابل فارس‌ها و زبان فارسی و دیگر اتنیک ایران می‌دانند. تجار و اصناف آذربایجانی، فرهنگیان، هنرمندان، کشاورزان، صاحبان حرفه و صنایع بدون تبادلات فرهنگی و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی با مرکز ایران و دیگر شهرها و مناطق نمی‌توانستند و همچنان نمی‌توانند خود را به تنهایی اداره نموده و دستاوردهای کنونی خود را داشته باشند. حتی اگر دیگر شعارهای افراطی و احساساتی فعالین هویت طلب آذربایجانی نبود، همین یک کار آنان، یعنی اصرار بر تداوم هویت تقابلی با دیگران و عدم جایگزینی آن با هویتی تعاملی، نه تنها باعث انزوای خودخواسته آنان بین دیگر ایرانیان می شود که دیواری نیز بین آنان و طبقه متوسط آذربایجان می کشد. طبقات متوسطی که نمیخواهند و نمیتوانند با چنین شعارهای همراهی نمایند. از سوی دیگر، نمیدونم چند دقیقه میتونم اضافه داشته باشم؟ بله بفرمایید، ولی وقتتون گذشته. بفرمایید. از سوی دیگر با فروپاشی حکومت پیشوری و مهاجرت طیفی گسترده از فعالین فرقه به جمهوری آذربایجان شوروی، به تدریج در بین آنان عشق به میهن و حسرت بازگشت به وطن زبانه کشید و مجددا ادبیاتی را که پس از جدا شدن خانات قفقاز و نخجوان و شکی و اران از ایران در جنگ‌های ایران و روس به نام ادبیات حسرت و در بیان افسوس بر جدایی دوپاره از بدنی واحد سروده شده بود، احیا و تجدید نمود. این ادبیات به تدریج از سالهای پس از 1326 شمسی دوباره ظاهر شده و به ادبیات حسرت معروف شدند. این ادبیات که شامل اشعار و نوشته‌های احساسی بودند به تدریج پا گرفتند و در این سوی ارس نیز ادیبان و شاعران بزرگی مانند استاد شهریار و سحند به ذوق آزمایی در این زمینه پرداختند. معروفترین شعر در ادبیات حسرت در این دوره به نام جدایی آیرلخ را رشید بهبودوف، خواننده شهیر آذربایجان خوانده است. او 4 بار به ایران آمد و این شعر زیبا و احساسی را با صدای گیرای خود در تبریز و تهران خواند و با استقبال بی‌نظیری مواجه شد، بدون اینکه حساسیتی را برانگیزد. برای اینکه هنوز نیز درست مانند پس از قرارداد ترکمنچای و گلستان کعبه آمال همه ساکنان آن سوی ارس تبریز بود و از جدایی خود از این مرکز مدنیت افسوس می‌خوردند. طبقه متوسط آذربایجان امروزه نیست هنوز روزگاری را در نظر دارد که امثال ملا فتحعلی آخوندوف و نریمان اوف در قفقاز نشسته و هم مقامشان اصلاحات در ایران و این سوی ارس بود و صابر در نشریه ملا نصرالدین با تیراژ 30,000 نسخه که تعداد کثیری از آن در ایران و بین ترک‌های ایران به فروش می‌رفت، در هر شماره محمد علی شاه را به باد سخره می‌گرفت و استبداد او را می‌کوبید. اکنون این طبقه متوسط با فرهنگ و دارای حافظه تاریخی بر نمی‌تابد که عده‌ای خصوصیات تاریخی آنان را از یاد ببرند و شعارهایی از جنس دیگر سردند. آنها وارثان همان اقشار میانی هستند که سرآمدانشان انجمن تبریز را درست کردند
و در مقابل استبداد قجری ایستادند و مشروطیت را به ثمر رساندند. چشم همه مردم در باکو و شکی و نخچوان و شیروان به آنان بود و نه چشم رهبرانشان دوخته به دهان افهای آن سوی ارس. آذربایجانی ها پس از مشروطه کوشش‌هایشان نادیده انگاشته شد و دوران سختی را گذراندند و متوالیاً مجبور به مهاجرت از آذربایجانی شدند که تا آن زمان مرکز مدنیت و قطب اقتصاد ایران بود. اما با وجود این مشکل زبان و لهجه به هر جا که مهاجرت کردند سخت کوشیدند تا خود را بر صدر نشاندند. آرام نگرفتند. آنها در مرکز نیز بازار و فضای کسب و کار و روحانیت و ارتش و دانشگاه و صنعت را به نحو چشمگیری از آن خود ساختند. مشکل غربت و زبان و لهجه نیز نتوانست سدی در مقابل آنان باشد. در حقیقت گام افراطی دیگر در جنبش هویت‌خواهی آذربایجان پس از ایجاد هویت تقابلی و انزواطلبی خودخواسته در برابر دیگر ایرانیان، یارگیری احساسی و عاطفی از ترکان خارج از ایران بود که گاه با آوردن و حمل پرچم‌های آنان به وسیله عده‌ای در تظاهرات‌های گوناگون معانی سیاسی دیگری پیدا می‌کرد که به ذائقه قشر متوسط ایران دوست آذربایجان خوش نمی‌آمد. این کار به غایت اشتباه هنوز نیز ادامه دارد و هرچند از سوی محافل خاصی است که انگشت سپاه نیز برای اختلاف افکنی در آن دیده می شود، ولی از سوی اغلب فعالین دیگر حرکت هویت‌خواهی آذربایجان نیز به نقد کشیده نشده است و به سکوتی مجامله آمیز برگزار می شود. قشر متوسط این سکوت را علامت رضا می داند و با آن فاصله دارد. از اواسط دوره دیگه خیلی نموند، اگر حوصله کنید تمامش. از اواسط دوره ناصری تا دوره پهلوی روشنفکران طبقه متوسط آذربایجان متاسفانه خود از برجسته ترین تئوریسین های آنچه که امروز ایران شهری و باستانگرایی نوستالژیک در آرزوی احیای گذشته آرمانی امپراتوری در ایران بوده است می باشند. خود آذربایجانی ها بودند. البته امروزه دیگر اغلب پیشگامان و روشنفکران طبقه متوسط که خود نیز بیش از همه چوب چنین افراط ناگزیر را که به خاطر جلوگیری از اضمحلال ایران محصور بین دو ابرقدرت روسیه تزاری و بریتانیای کبیر به آن دست یازیده بودند خورده‌اند، آنها دیگر از آن عدول نموده و به دنبال گفتمانی معتدل و مدنی و متناسب با امروز ایران و جهان می باشند. ولی در عین حال آنها نمیخواهند که این بار از این سوی بام به آن سوی بام بغلطند و بار دیگر سرنا را از سر گشادش بدهند. ولی در عین چنان که گفتیم طبقه متوسط خیلی چیزها دارد که با تمام وجود به دنبال حفظ آنهاست و نمیخواهد از دست بدهد. اندوخته فرهنگی و مکنت مالی و منزلت اجتماعی از آن جمله می باشد. او میخواهد با آنچه دارد بیفزاید. این قشر برای پیشرفت اهل ساختن و خشت سوی خشت گذاشتن است. برای این سازندگی طبقه متوسط امنیت مستمر و درازمدت، حکومت قانون و آزادی و دموکراسی میخواهد. البته هویت فردی و اجتماعی نیز برایش بسیار مهم و محترم است. فراموش نکنیم که این انجمن تبریز متشکل از افراد شاخص همین طبقه متوسط بود که با اصرار آنان قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی 1906 میلادی تصویب شد. ولی در کنار این هویت طلبی تعلق به ایران نیز برایشان از همان درجه اهمیت برخوردار است. آنان با سابقه بیش از 900 سال حکومت ترکان بر این سرزمین اصولاً مغایرتی در هویت آذربایجانی و ایرانی خود نمی‌بینند. از سوی دیگر این قشر با تجربه و دنیا دیده به هیچ وجه نمی‌خواهد سرنوشت خود را به ناکجا آبادهای خیالی
و ماجراجویانه و نامعلومی بسپارد که تا آنجا که در تیررس اندیشه است بدون عبور از رودی از خون رسیدن به آن میسر نمی باشد و تازه پس از آن نیز معلوم نیست سرنوشتش بهتر از حال باشد. البته واضح است که در جنبش هویت‌خواهی آذربایجان از همان ابتدا نیز عناصری با تجربه و معقول مانند مرحوم دکتر جواد هیئت کم نبودند، ولی آنچه که گفتم شاخصه های عواملی است که باعث دوری و گسیختگی اقشار متوسط شهری از جنبش هویت‌خواهی معاصر آذربایجان شده است. جنبش هویت‌خواهی آذربایجان اگر به هر دلیلی نتواند با شعارهای افراطی و احساسی فاصله خود را به نمایش بگذارد، جنبش هویت‌خواهی آذربایجان اگر به هر دلیلی نتواند با شعارهای افراطی و احساسی فاصله خود را به نمایش بگذارد، بخش میانی را جذب نخواهد نمود. باقی ماندن در فضای احساسی و رمانتیک و نوستالژیش و کوبیدن بر طبل هویت تقابلی و ناسیونالیسم تباری منجر به محرومیت از پایگاه وسیع اقشار متوسط و بسنده کردن به جایگاه اجتماعی باریک و پرسر و صدا اما ناتوان و ضعیف و ناکارآمد کنونی است که با وجود صداقت و فداکاری فوق‌العاده‌شان هیاهویشان بیش از داشتن نقشه راه و کارآمد و کاردانیشان است. طبقه متوسط خود بیش از همه از تبعیض‌ها رنج برده و آنها که ماندند با عدم سرمایه‌گذاری حکومت و بی‌رونقی محیط کسب و کار رو در رو بودند و آنان که مهاجرت نمودند با گوشت و پوست خود رنج زندگانی در غربت و به سخره گرفته شدن زبان و لهجه خود را حس کردند. آنها در صورت اعتدال گفتمانی و تغییر هویت تقابلی و مهاجم به یک هویت تعاملی و ملایم و تغییر ناسیونالیسم دیگر ستیز تباری به ناسیونالیسم انضمامی مدنی به خصوص در حوزه رفع تبعیض از زبان مادری می توانند کاملا همسو و همجهت باشند و پایگاه اجتماعی این خواسته های به حق را به طور قابل ملاحظه‌ای وسعت دهند. چند پاراگرافی مونده دیگه خود دوستان خواهند خواند. زیادی وقتتون رو گرفتم، معذرت میخوام. به هر صورت آخرش نوشتم که چشمها را باید شست، طور دیگر باید دید. خیلی ممنون.